سلام بر دوستان عزیز. آقا ببخشید ویدیو نمی‌کنم. قطعا اونایی که الان دارن این ویدیو می‌بینن پلیستان بزنن. من بذاریم این قطعا همتون الان که دارین می‌بینین ویدیو اول دیدین که بکن شات زدم. آقا قطعا همتون الان بریستین دنبال اتشمنت گان هستین. بخشید دامورتون می‌کنم. آقا اتشمنت گانه که من استفاده می‌کنم می‌ذارم آنتی وایسیکل و ضد واسه نقی همه رو با آب راشنایی دارم چون آدم فشاری میکنم یا که این اتشمنت زدارجی بدی که مثلا چاپر تو آبا بتره کنین چی میدانم هر کاری میخوایم باش بکنین. من تازه چی دارم میشه ازش استفاده سدیویده خیلی کم لگده خیلی هم بکار میاد. بخش من اینو بذارم اینجا. بعد ناگوین اون گوشه هم همه شیشو ببین. اتشمنت دوم ایکسن فورس یاد استفاده میکنم ولی تو بتل مثلا بری هاورینا چرا نکنی. این اتشمنت آنتی وایسیکل همو ضد وسیله نقلیه. یعنی بعدی چیز اینجاست نکن من آتم کمپر رو خطگیریم نشان نمیدم تو ویدیو نکن. آقا اگه اسنپرگاری میخواین اتومات هم میخواین بزنین یارو پرکر بنازین روش خیلی خوب میزنه. این اتشمنت قبلیش هم یه اتشمنت دیگه هم داشتم این خیلی خوب میزد ولی ولش خیلی خوبه همین این بهتره بری سیزن درستش کردم. آقا SMG بازا اگه میخواین آقا این خیلی مکسین بری بتل خیلی خوبه. کیکینا اینو اسمش چی بود فنیک همیشه باشید استنده خرابه همیشه رو زمین میاد دیفالتشان بذاره با بیوای ناکو دیل هیچ وقت نچینین رو لوداتتان چون دیل ناکو دیفالت رو زمینش بهتر میزنه هر چی کنین. تو واسه کلاس آدمی یه دست رفتم گفتم اینو چی رو کلاسیه ببین موتی اگه هر اتشمنت فنیک میخواین این اتشمنت فنیک خداست. الان میگیم تو تمرینی نشان میدم این فنیک کیو9 من SMG بازم تو موتی تو بتل خیلی خست گیرم میرم نشان دارم تو گیم پلی ها بری دیل بری فایت مخواین این خوبه این مثلا بری موتی بزارم کنجا بودیم این مار زیاد استفاده میکنم اتشمنت زیاد کنیم تو ویدیو بعد اتشمنت AMR رو همه اسنایپر موتی میزنم HDR این خیلی خوب میزنه نگاه کنین. بعد اونایی که نمیدانن من خیلی زامبی بازم هستم دیارش این مال هم عملی جنده یوتیوب مدل آقا من عملی جنده اتشمنتی اون نمیتونیم برشتن که کانالونم مال بعدی کسی که حاضر ترند شده تو موتی ما برمیدارن یوزینو لوکاس اگه میخواین سریع هم اینجا میتونیم برشتن تو لیدر بودی هم هستش. بعدی اوده این دو شات سر میزنه ببینیم حال کنیم با این چه عشق میزنه کم لگت همه جوره و گان آخر مکتن موتی. بعد منظرتون چرا این پلیرهای من زمان چند نفریم تو چند نفر بودیم یکی ما به دلیل گوشیش خراب بود یه مدت بازی رو میکنه. آقا اکانت ما میخوایم ببینی اینا ترمیناتور من فیلم های ترمیناتور رو زیاد نگاه میکنم اینه یه چیز میگی نرم کانقدی هم فروختن این بهتره دید اگه خواستیم پیغام دوستی بگیم بیا تازه گانه پیک خریدم طوله میکنم کمارت 4 خواست. آقا بریم اتشمنت ها رو تو تمرینی نشان دامدم نکنین کلاس مدل ما تلپورت قدیمی هست یارو بود مثلا میاد یکم عقب‌تر او خیلی با کار میکنم مثلا نکن سوا جیتی یارت مرده مثلا دم دسته یه جور با جیتی روش رد میشی پیاده میشی تگر میگیری کلاسه میزنی تو هوا اسپام میشی خیلی کلاس خوبیه برید ریوایو. تو ویدیوهای بعدم تو روم تور همیشه شم بیاین نکنین امک نشون میده نکنین گوشیم اگه بدین خانه نوع ایکسه نکن دوربین اینجا نداره مثل کامرا میاد اینجور میگیرمش یکم نگاه کنین بعدن کلاس هم نشان میدم نگاه کنین نکن دست نانو اینجور نکن فقط نکن لگدش خیلی کمه یکم میره رو به بالا ولی خیلی کمه نکن نقصه ببینین بدون با پرکم دیگه نگم
آه ایکس پی آره من میکشمش. اسنایپ مورد علاقه من. دیدین چه خوب میزنه. بعدی ایکس ام 4 ناکوی آنتی وایسیکل یعنی واسه نقلیه. دمیج خوبم هست ناکوی لگرش خیلی کمه خوبم. بجرد بیام بخواد فایتم 117 مورد علاقه هم. راستی از همین آمدیم بیرون یه اتش میزه اچس وانشاتی هم بدان میدم خیلی خوبه ناکوی. بعد تو دکمه میبینی ایور میگه تو تنظیمات بودش نمیدونم چه دکمه میزم اینجا شد خیلی کم دادم میگیرم ایور میکنم اما رو به بالا میکنم ایور میکنم. گان آخرم آنتی بابا همون ضد وسیله نقلی است خیلی خوبه. تو هدشات عالی میزنه سریع تر از همه میاد تو دوربین. بعد میگن حالا مینا محمدان میگین چرا شاتگان ازشی تو لوگات. شاتگان باز نیستم اصلا شاتگان باز نیستم. چرا یه مدت تابستان میکشیدم وقتی همه وان شات میکنن دیگه گفتم چرا شاتگانی باشم جوری کم میکنم شاتگان. آقا این هنه حالا من این چرا گذاشتیم. یه بار گذاشتم استند تکان میکنم. یه بار گذاشتم ازش استفاده خوب ادش میداش اگه مخالفش میداش آتیشی هم نداشتم. من آتیشی نیستم دیگه طاقت فشاری کننده نیستم. ویل کنین آقا بیاین اچس وانشاتی نشان بدم. این اتشمنتش هست؟ نه این نیست. نگاه کنین این اتشمنتی که به ادامه میدم رو بزنیم سه کنین این جا بجا کنم دستم بگیره. این اصلا نمیزنیم. آخه نمشه ای وسطی رو میذاریم یه زمین ای بودی براشه ای بود. این دست میزنیم بیان روی اینه میذارید. ببینید روی اولیه میذارید درصد وانشاتی میبره بالا. اینه میذارید یا به این دوتا بذارید. این دوتا خیلی خوبش میکنم ولی تو همیشه من اینو میذاشتم. بخشید دست میشتم با رفروش رو اینه بذارید. بخشی استاک نه میدان بخشی اشتباه بذاشتم. اینو میذاری به جای یه اتشمنت عالی وانشاتی 100%. این پلاتینیوم هم بزنم شما باز نیستم پلاتینیوم کردم ولی نمیذارم مثلا. آقا ما رو بطیل تست کردیم کلاس هم بذار درست کنم. بخشی کجا بودیم اینجا بود. من همیشه این استفاده میکنم. این نشانه بدم نه کیوتی گیم نه اینو بذارم این گوشه به دستشینا گیمه چی کار کنم تازه آنیمیتی باید یکم پلیرشیم. یه اکانت تو 2021 این داره داستان شده اکانت 2021 زدم. اون موقع هم سی پی رایگان بود. بس سی پی رایگان باید هیچی هم بهم نداد. یه سال نیامدم روش 2022 آمدم روش مثل سیزن موتوکو هر چی آمده گرفتم. بعد یه اکانت گرفتم خیلی خوب بود. اون 2 سال آمدم روی بعد 2 سال نگو این از دادم چرا نرم فول لژندم بخاطر که اون موقع اصلا یادم نبودیم روی اکانت. آقا بیاین کیکینه اینا نشان بدم خیلی گان خوبه کیکینه تو مولتی. آقا یه زینی بیام میبر فایرش نگاه کن چه عشق میزنم. اپیک تازشم این تبر معمولا نمیزنم ولی ستش کردم. بعدی فنک نگاه کن فقط ناکن لگت به شدت کم سری تیرارز کنه همگی رو به راه عشق ناکن دایموندش هم کردم یه مدت پیش. گان بعدی اونایی که به درد میخوام به ادام بدم میدم. دیل نگاه دمیش سر 36 دیدی دیفایرش هم که ندام بماند خیلی هم خوشگله پیکم بماند که کریستال گذاشتمش. ایمار اتشمنت خوبی نیست ایناش هنو بری ایمار اتشمنت نذاشتم رایتک دیفایرش نکو عشق ایمش عشق. حالا اگه مخواین لیز نزدیم باعث میشه لو بگیم چون من خز گیرم اصلا نایف که نگم روش گذاشتم داداش. گان بعدی دیارش
نگاه کنیم چه خوب میزنه. بعد من 5 بار لژند کردم سیزن پیش. اگه یه لژند دیگه میکردم دقیقا به خاطر نبودم توی یه سیزن آقا من این اکانت تابستان رو بگردم. اگه بهار لژند میکردم الان یه لژند داشتم. البته من اسمش بود مولتی باز نیستم، مولتی لژند میکنم مثلا بتل پلیرم. سیزن پیش شدم 10,000 تا شد نفر آقا دیگه بود 1/3 بودم. خیلی هم خوشگل خوب باتون بقیه هم خوب ناختم روش. گان بعدی چیزی نیست. یوزی نو یه از بینم چند درسته شدم. من تو یه لحظه بخش نور گوشیم زیاد کنم. نگاه کنید من تو پابجی هم. تو پابجی به مکتن میگن یوزی، اینجا به یوزی میگن مکتن. من ایش شده اسمش یوزی. نگاه بخش گوشی میکنم باگ دارم. این گوشی رامشیشه انتظار نداشته باشه نزادم. خوب میزنه نسبتا خوب میزنه. دستم تکشید. دیدین چه لگی داره گوشی؟ نگین چرا نیومد. خیلی گان خوبیه. آنیور گوشی من درست شد. بریم گان بعدی. لوکاس همه داریم یادش میدادی. گان بعدی اودن مورد علاقه همه. تو مولتی خوبه. تو بتل عالی که لگل میده اما راحت نمیتونین باش بزنین. گان بعدی کارتم بس دانه باشد مکتن. هم بتل هم مولتی هم یه تصمیم. تو مولتی هم لگل داره. اسمین چیه گان سپکشنش؟ تمام آقا اگر ایمارم مخواین همه اتشمنتاشو بلدین معمولا. آتیشیه بریم بتل همیشه آتیشی کنیم. بریم بتل همیشه بمبی بزنیم. بریم مولتی همیشه آتیشی. ناگه ترجمه وایلد کارت ها. ناگه من زامبی از جایی که زامبی پلیرم گیم پلی زامبی ناگه هدف داره. یه ویدیو میگیرم. هدف اول خوردن همه نوشابه و پرکا. دوم باز کردن همه درا. سوم رفتن به زیر زمین. کلی هدف داره بگم نشانه. آقا بیدیم چیه کیچی تمام. ویدیو بیدم شو میشود 12 دقیقه. بیان یکم با هم یکم چیز نشانه بدم. یه دست کرای من فقط دوربینه ور میدارم یکم تو دستم. بیمارستان میونه ناخوشونه ببخشید ور میدارم. با یک کلاس تازه عادت کردم. باید نمیرم تو دل امین. شاید برم دیگه. شما نشانه بدم آقای آقا اسکین هم میخوایم ببینید. من زیاد چیز میزی نرم. 55 تا اسکین میشم. 55 تا میشه. هنوز لیژن نکردم این سیزن. من بعدی اسکین نمیگیرم. بعد گیم پلی میذارم. چه برم دید کاری ندارید. تا ویدیو بعد بای.